برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در ایران به این سه گزینه احتیاج داریم. 1. استفاده از VPN برای دسترسی به بسیاری از ابزارهای هوش مصنوعی که به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی در ایران در دسترس نیستند، استفاده از VPN با IP پایدار و امن ضروری است. 2. شماره موبایل. برخی از پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای ثبت نام و فعالسازی حساب کاربری نیاز به شماره موبایل معتبر خارجی جهت دریافت کد تایید دارند. 3. پرداخت دلاری. اکثر سرویس‌های حرفه‌ای هوش مصنوعی پولی هستند و برای خرید اشتراک یا استفاده از امکانات پیشرفته به روش پرداخت ارزی مانند کارت‌های بین‌المللی یا سرویس‌های واسط نیاز است. فرمول جادویی گوگل در پرامپت نویسی. 1. نقش. به هوش مصنوعی یک نقش، تخصص یا شخصیت مشخص بدهید تا پاسخها دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر شوند. 2. کار. دقیقاً مشخص کنید چه کاری از هوش مصنوعی می‌خواهید انجام دهد و انتظار خروجی چیست. 3. شرایط، محدودیت‌ها و اطلاعات لازم را توضیح دهید تا پاسخها متناسب با موقعیت شما باشند. 4. فرمت. مشخص کنید خروجی نهایی به چه شکلی باشد: متن، لیست، جدول، مرحله به مرحله و غیره. خب بریم برای یک مثال یا نمونه پرامپت حرفه‌ای. 1. نقش. تو یک متخصص تغذیه و نویسنده علمی هستی. 2. کار. یک پست وبلاگ در مورد فواید رژیم مدیترانه‌ای برای سلامت قلب بنویس. 3. شرایط. مخاطبان بالای 40 سال هستند، پس از زبان ساده استفاده کن و به منابع معتبر ارجاع بده. 4. فرمت. مقاله حدود 800 کلمه با مقدمه و نتیجه گیری و شامل یک فهرست 5 موردی باشد.